چرا کباب گوشت یا کباب چنجی که تو خونه میزنیم سفت و خشک میشه، اما کباب کوبیده رستورانی نرم و آب داره؟ رازش تو این دوتا مایه حیاتیه. اگه میخوای یاد بگیری چطوری کباب چنجی خونه رو مثل پنبه نرم آبدار بکنی، آخرین ویدیو همراه من باش. خب دوستان گلم، اینم پخت. آب کباب ببینید. اولین قدم برای داشتن یک کباب چنجی خوشمزه و نرم انتخاب گوشته. چه نوع گوشت‌هایی برای کباب چنجه مناسب هست؟ اولین گوشت گوسفنده. راسته گوسفندی عالیه، فیله گوسفندی فوق‌العاده است. اگه گوشتتون گوسفندی باشه، فیله گوسفندی باشه و یا راسته گوسفندی، من به شما توصیه میکنم هیچی بهش نزنید، فقط نمک بداره پخت. اگه گوشتتون گوشت گوساله بود، از فیله گوساله، راسته گوساله میشه کباب چنجه درست کرد، اما خب نسبت به گوسفند سفت‌تر هستش، برای نرم کردنش نیاز به کار داره. پخته ببینید. دیگه از کجاهای گوساله میشه کباب چنجه درست کرد؟ از سردست گوساله، مغز ران گوساله. اما گفتم هر کدوم از اینها سفت‌تر از جای دیگه میشن. هرچی گوشت به سمت ماهیچه شدن نزدیکتر باشه سفت‌تر میشه، اما میشه نرمش کرد که مثل پنبه نرم و آبدار باشه. اینکه چنجه ما چه ابعادی باشه کاملا به خود شماها بستگی داره. من دارم از گوشت گوسفندی استفاده میکنم دوستای گلم. میام اینو یه برشی از این وسط میزنم به این شکل. حالا برش های اوریب حتما برای چنجه باید دمار اضافی، پوست اضافی، همه رو باید بگیرید و ما حتما باید یه گوشت خالی داشته باشیم، غیر این باشه سفت میشه. پس اینو حتما مد نظر داشته باشید. یکی دیگه از راه‌هایی که میشه بافت گوشت رو نرم کرد کوبیدن هستش. البته این گوشت به نظر من نیاز کوبیدن نداشت، فقط خواستم به شما نشون بدم که یکی دیگه از راه‌ها کوبیدن هست. وقتی شما میکوبیدش بافت گوشت از هم جدا میشه و همین باعث نرم شدنش میشه. اما راز اصلیش تو دو چیزه که بهتون میگم. خب من اینو منتقل میکنم داخل یه ظرفی که قراره مزه دارش کنم. حتما خیلی شنیدید که گوشت کیوی بزن به گوشت انجیر بزن، اینا خیلی نرمش میکنه. درست میگن، اما انقدر آنزیم بالایی دارن که باعث میشه بافت گوشت کلا پوک بشه، مزه گوشت رو از دست میدی. بیاض کردن گوشت یکی دیگه از اون راههای اصلی هستش که گوشت شما رو کاملا نرم میکنه. حتما گوشتتون رو داخل مشنبا بذارید، هواگیری بکنید و بذارید داخل یخچال دمای 0 درجه. 2 روز 3 روز که بمونه کاملا بیاض میشه، هم طعم خوبی داره هم بافت نرمی داره. یه باور غلط که میگن اگر به گوشت همون اول نمک بزنی گوشت سفت میشه. نه، هم چیزی اصلا وجود نداره. من همین ابتدا به ساکن نمک رو بهش میزنم، اما کم میزنم. وقتی که نمک به خوردش خیلی بره آب گوشت ازش خارج میشه موقع پخت. یه بخش کوچیک نمک اینجا بزنید و یه بخش کوچیک نمک رو یه 10 دقیقه رو قبل از اینکه میخواید کبابش کنید یا اصلا همون وقتی میخواید کبابش کنید نمک بپاشید و بذاریدش روی آتیش. کباب گوشت خوراکش فلفل سیاهه، به هیچ عنوان فلفل قرمز بهش نزنید. فلفل سیاه مخصوص گوشت قرمز هستش. میتونید به این گوشت سویا سس بزنید، بعضی از دوستان نوشابه میزنن، دلستر میزنن، اسپریت میزنن و خیلی چیزهای دیگه. اما اینجا کجاست؟ فضی آسان با پرویز. بریم سراغ معجزه مزه‌گری. آب پیاز به همراه آب گوجه.
هر دوشون صاف شدن. این آب 2 تا پیاز متوسطه و این هم آب گوجه 3 تا گوجه فرنگیه. هم به گوشتمون. خیلی خوب، حالا این حجم از آبی که اینجا میبینید زیاده. تشریف بیا جلو. اینو میذاریم روشو میکشیم و میذاریم حداقل 2-3 ساعت استراحت بکنه. اما قبل از استراحت آخر 2-3 قاشق هم بهش روغن اضافه کنید. روغن کنجد، روغن زیتون، روغن مایه. بعد با هم دیگه ماساژ بدید یه مقدار. حالا روشو بکشید و حداقل 3 ساعت. یه راز مزه‌دار شدن عالی خودمونی بهت میگم. مثل 24 ساعت حداقل بمونه. هر چی بیشتر بهتر. وقتی روغن میخوره دیگه خراب فاسد نمیشه. درش هم باید بسته باشه ها. اینو گوشه زره بسپار. دیدی چه حجم آبی داشت؟ میذاریم استراحت کنه. 2 ساعت بعد برمیگردیم. اون موقع خواهید دید که این حجم آب چقدر کم شده. چرا کم میشه؟ چون گوشت آب گوجه و آب پیاز رو میکشه داخل بافت خودش و موقع پخت این آب باعث میشه که کباب ما نرم و آبدار باشه. مهمترین راز پختن کباب گوشت یا کباب چنجه روی منقل هست که وقتش بهت میگم. یکم صبوری کن. بریم تا 2 ساعت بعد برگردیم. داره همینجوری از همون خودش باز میشه. ببینید این نرمتر چی میخواید دیگه. کباب ما آماده است برای پختن. اما اون راز پختنش یک چیز خیلی دقت بکنید. گوشت کی سفت میشه؟ وقتی که آب میان بافتیش رو به طور کامل از دست میده. این کباب مدت تایم پختنش هر طرفش 4-5 دقیقه رو شعله خوب کافی هستش. منظورم از شعله خوب اگه زغال سرخ، اگر گاز متوسط رو به بالا. هرچی بیشتر بمونه که آب میان بافتیش از دست بده و شما بگید مثل برشته بشه، بیشتر آب از دست میده و سفت‌تر میشه. پس این گوشتی که داخل آب پیاز، آب گوجه فرنگی 3 ساعت استراحت کرده، چون این 2 تا ماده اسیدیته بالایی دارن و دیدی رنگ گوشت رو عوض کردن، کاملا آماده پختن و خیلی سریع میپزه. هر طرفش رو 5 دقیقه نگه دارید کاملا کافی هستش. بریم بپزیم و بیایم نتیجهش رو ببینیم. خب دوستای گلم اینم پخت. آب و کباب ببینید. خب دوستای گلم این هم شد نتیجه کباب چنجی نرم و آبدار رستورانی اما توی خونه. نکته رو همه رو بهت گفتم. باز اگه سوالی داشتی حتما بپرس، با جون دل تا اونجا که اطلاعات داشته باشم بهت پاسخ میدم. نظرتو برام لایک و کامنت بکن. حتما یه کامنتی برای من بذار، یه نقطه خالی ایموجی کوچیک. الگوریتم به کامنت ها خیلی حساسه. اجازه بدین ویدیو به افراد بیشتری نمایش داده بشه. برای توسعه کانال من به صورت معرفی بکن. دوست دارم تا آموزش بعد. خدا نگهدار.